نسل خردجال که نمی افغان کثیف است. اینا از زاد شیطان هستن، اینا شیطان پرست هستن. والا اگه خدا را بشناسن، والا اگه رسولش را بشناسن، والا اگه قرآن را بشناسن، والا اگه دین را بشناسن یا مذهب بشناسن، فقط افغانیت خود بشناسن خلاص. فقط زبان دقیق را خر بشناسن، زبان دقیق خود بشناسن، دیگه هیچ چیز نمیشناسن. فرهنگ بیناموس مردم زن فروشی، دختر فروشی. فرهنگ بیناموس مردم فقط خود کفاندن، لباس خوارشان نیکر مادرشان پوشیدن. فرهنگ بیناموس مردم فقط پلچک پراندن. فرهنگ بیناموس فقط انسان کشتن. و شرفتان لعنت شما بی ایمان مردم، غول مردم. ویدیو از عامر صاحب نداره که پاکستان گفته باشد. ما به افراد نظامی ضرورت نداریم. مردم افغانستان خودشان آماده هستند که از خود و از منطقه خود دفاع کنند. خب دوستان عزیز، اینی کثیف مردمایی که زنای زیرلنگ خدا نگاه نمیتونن امروز میان بحث میکنن درباره احمد شاه مسعود. اینها کسایی هستند که فرار از وطن از ترس طالب آمدن پناهندگی دادن که گویا ما رو طالب میکشه در سرزمین. کیسشان همچین چیزی است، اما امروز میان لاوی با طالب میکنن و گروه توریستی را تبلیغات میکنن. خب احمد شاه مسعود همیشه پس از اینا فقط احمد شاه مسعود، دیگه هیچ کدام برنامه ندارن. احمد شاه مسعود اگر ویدیو رو من نشان دادم، اگر معامله میکرد در پارلمان اتحادیه اروپا اونجا باید معامله میکرد و کشورهای غربی را در وطن ما میخواست، بازو وقت میگفتین که احمد شاه مسعود معامله‌گر بود. یک طرف قضیه که با اوروس‌ها قشون سرخ خود زد و قشون سرخ هم شکست سیاسی داد، هم شکست اقتصادی داد، هم شکست نظامی دادشه. شما کثیف مردم برای زنایتان جمع کنه، برای که زنایتان مردم سوار شده رئیس بازو کنیه که دیگه یک ویدیو خراب ویدیو میکشه شکن ویدیو ها. این سخنرانی وقتی است که احمد شاه مسعود معامله نمیکنه. تاجیک مردم از وطن خود دفاع کرده و باز هم دفاع میکنه. فارسی زبان در کل میگم که متاسف نیستیم، اما افغانی که امروز لاوی و طالب میکنه 99.9% امروز طالب است. خلقی پرچمی کمونیست جمهوریت کنم غنی در رأس و امروز اینی امارات فقط پلی ترازو رسایل هستن. این کثیف مردم طالب فردا پس فردا در حال نابودی است. رویتان سیاه میشه انشالله. لعنت به شما انسانای کثیفی که امروز میاد با طالب لابی میکنه. اینم یکی از افتخارات دیگر افغان. کجاست همون کسایی که نسل زنگ جامن میگن؟ بستک دیوانه افغان.